نازنین، خدا کنه که خوب باشین عزیزای دل. اگر روز شما بخیر، اگر شب است شب شما بخیر. خوش آمدین دیگه. موقعیت ما استانبول ترکیه است دیگه. حتما تا آخر ویدیو باشین. شما یک جایی میبرم که حتما بخیر به درد شما عزیزا میخوره. با کارشون به 100% میآید. 100% به کار شما میآید. نامش هم است استانبول شریف. دوستا اگر اجازه تان باشه ما یک شعر از استاد هارون یوسفی شروع میکنم، باز همراه شما می باشین. نام شعر است مرداری. میگه اینجا فضا چتل شده، دریا چتل شده، دامان کوه و دره و صحرا چتل شده. هر سو شرارت است، غبار است و آتش است، از زیر پای تا به ثریا چتل شده. پندارها چتل، همه اندیشه ها چتل، حتی دماغ مردم دانا چتل شده. بیمایه ها به کرسی و مسند نشسته اند، اذهان شیخ و زاهد و ملا چتل شده. دیدی که هر طرف زدن و سر بریدن است، هزارها ز هیبت بمها چتل شده. از بس حدیث کفر به گوش تو خوانده اند، تندیس پاک و ستره بودا چتل شده. آن قامت بلند پندار باغ ما، به نام دزد و رهزن و رسوا چتل شده. دیگر در انتظار کدامین محبتیم، احساس ما ز ریشه و بالا چتل شده. تاریخ ما کتیبه مکر و شرارت است، تقویم 5000 ساله در اینجا چتل شده. در آرزوی پاکی آینه ها مباش، بنگر تمام جیوه آنها چتل شده. شاید به دستتان نرسد طنزهای من، که بردم از الف تا یا همه چتل شده. خدا کنه لذت برده باشین. کم و کاستی ها را، پایین و بالایی ها را ببخشین، من شاعر نیستم. خیر شاعر میشی؟ میشم بخیر. خواستم از استاد یوسفی یک شعری براتان گفته باشم تا یکم براتان برنامه متفاوت تر باشه. همراه ما باشین. بسیار برنامه جالب و دیدنی بخیر براتان جور میکنیم. استارت از اینجا زدیم، از پل زیبای استانبول. گفتیم شاید براتان خوشایند باشه، براتان انرژی مثبت هدیه کنه. ما در اینجا هستیم و از انرژی مثبت و زیبا اینجا لذت میبریم. خدا کنه که شما از دیدن این ویدیو لذت برده باشین و براتان یک خوشی هدیه داده باشیم دیگه. جانتان جور دوستا، همراه ما باشین. بسیار یک برنامه جالب و متفاوت است. خدا کنه لذت ببرین. یک چیز واجبی است که برای ما بکار است و باید انجام میدادم. به خاطر استانبول آمدم و میفهمم که شما نازنینام امی ویدیو بکارتان میایه. بخیر ان شاء الله. چی حال چی در آینده بخیر. به چی خاطر میگم که عزیزا این ویدیو که هستم ما به خواهش شما عزیزا درست کردیم، از خاطر که زیاد از عزیزا هم خواهش کرده بودن که ما همه تو جای معرفی کو دندان معرفی کردی، او بلگی دیگر معرفی کردی، خو یک میمانه موی ریش و بلا و بترای دیگه از خاطرم به درخواست شما عزیزا ما گرفتیم این جگر معرفی کردیم دیگه. دوستا یک چیز مهم یادتان نره، حمایت‌هایتان داشته باشین. انرژی مثبتی که میگیره نه به صورت مثبت پس به ما تقدیم کنین که انشالله تا ما بتانیم با انگیزه و با روحیه بالا باز براتون ویدیوهای متفاوت‌تر و جالبتر براتون جور کنیم. پس نظراتتان خیلی خیلی مهم است، چه در مورد شعر و چه در مورد ویدیو. یک خواهش از طرف فامیلی جعفری، نظریاتتان اگر به انگلیسی برای ما نشته کنین که بسیار زیاد خوشحال میشیم دیگه. جور صحتمند باشین. پس همراه ما باشین با ادامه برنامه. بریم که ادامه برنامه رو ببینیم. بخیر به کلینیک رسیدیم. خود عبدالباری جان عزیز داریم دیگه. میبینیم که ادامه ویدیو چیکار میشه. دوستا دیگه رسیدیم براتون در ویدیو. یکم توضیحات دادم اول برنامه. آمدیم که موهای ما واقعا خیلی میرزه، خیلی موهای میرزه و خانم جعفری میگه که کلشوی تو از خانه بیرون میکنم. اولاد غریب در اروپا هم هستم، سرم از یاد ظلما میشه که خیر خدا بالای سرم هسته دیگه. پیش عبدالباری جان هستیم، میریم همراهشان، تمام راهنمایی و هر چیز از پیششان میگیریم که چیکار کنیم که یک دردی دوا کنم بخواد. خوش آمدین. تشکر. و کلینیک ما بازم بخیر. شکرها را دیگه استانبول هر طرف
چکرات بود نگم برادر گلم دوستا یعنی خود خزه خود تو فندخدم امیار چی که چکر بود از جای شما و از جای خود زدم دل خود سیر کردم. بسیار خوش گذشت تا حالا که ببینیم از این به بعدش بخیر چی رقم میشه همین مشکل خودم اول جور کنیم ان شاء الله همراه شما. مشکل نیست بخیر تا چند لحظه دیگه بله میکنیم. همچنان وطندارای ما اینجا در بالا هستن بخیر. خیلی عالی. میشه که امروز از هم صحبت شویم ان شاء الله. پس بریم که ببینیم چی رقم میشه. یاد شما نره کلینیک چی بود نامش؟ نه آریانا هلت سنتر. آریانا هلت سنتر نامش. دوستایی که نیاز دارن میتونن اینستاگرامشون هم براتون تک میکنم، نمبرشون نشته میکنم. شما میتونین اول از همه تا آخر سعی کنین دلتون جمع که شد براشون مسیج بکنین. و یک سوال دیگه امی عزیزا که از طرف ما اگر براتون زنگ زد چی کار براشون میتونن بکنین؟ حتما براشون همکاری برای تمام افغانای ما میکنیم. بله دیگه باز تخفیف هم میتونیم. تخفیف 100%. خانه بنده خدا هر نگیرین که این جامعه یک 2 روپا بر ما 2 روپا است. اونمون بخیر ان شاء الله بر شما تخفیف میده. خم دیگه کنار میایم با گفته نفر. بخیر ان شاء الله. پس بریم امروز شما بالا کارا رو پیش ببریم. سلامت باشه. خب دوستای عزیز گفتنیا را براتون گفتیم و حالا اومدیم اینجا. یک چند تا از دوستای دیگه هم هستن، اونا میخوان یک صحبت کوتاهی همراه شما داشته باشن به خاطری که بعضی از هموطنا هستن اطمینان خاطر ندارن، یعنی دلشون جمع نیست. خودم هم انجام میتونم ان شاء الله پی آر پی تا دلتون جمع شه ببینین از نزدیک. و یک دوست دیگه ما اینجا هست و همچنین خوار ما اینجا هستن، اینا رو پیشتر دیدیم ما همراهشون صحبت داشتیم و دوست دارن که مصاحبه داشته باشن تا شما ناظرینا ببینید. اول میمیریم با برادر گلم شروع میکنیم. ناجور اینجا هستن. ناجور نیست. ناجور. خود نه ناجور نه خود دوستان مینه که آمدن همین مویق جور کنن معنی چی؟ معنی که بیمار هستن یا ناجور؟ بیمار نبودن، حالا اومدن چون موی میکنن بیمار شدن. حال بخو میگم این اینجا بیمار است دوستا. میریم خیمونه صحبت کوتاهی داشته باشیم ببینیم بنده خدا باهوش هستن یا نه دوجا زور کردن. خب بریم دیگه. سلام علیکم. وی فارسی میفهم؟ فارسی؟ گود فارسی؟ گود فارسی. خوب هستی برادران جان شما جور سلامتین؟ خود شما از کجا آمدین؟ ما از فرانکفورت آلمان آمدیم. بله. دیگه شخصا از کابل. خب مویاخ آمدین، مویا رو کاشت کنین. بله. چند وقت میشه آمدین؟ با اینجا؟ بله. یعنی چند روز میشه؟ تاریخ 12 آمده بودم. تاریخ 12 13 عمل انجام شد. درست. که دینا روز باشه. بله. امروز دیگه به خاطر شستشو آمدیم و خیلی عالی. تدابیرات لازمه به خاطر جلوگیری از رفتن بعدی موی. درسته. ویتامین‌های مربوطه به این خاطر. بله. معلومات مکمل داده میشه سبب بخیر پس پرواز از طرف فرانکفورت. او بسیار عالی. یعنی چند روز وقت میبره کلا؟ یعنی چند روز از کاستین؟ چند روزه کارتون خلاص میشه؟ یعنی کلا 2 روز کار هسته. این دیگه دوستا باز نگن یک ز تار موی بر شما میشنه و 2 روز. حال میدانی که چند تار موی بر خودت شنده؟ 2 تا 3 تا هزار تا. ما خب برای ما گفته بودن تا حد امکان. بله. و حد امکانش گفته بودن 4000 تا 4500. این دوستا بدن سب میاد 4000 تا موی بر شما میکره. باز از موی ما کرده بالاتر. اما تو من خوشنما و مقبول نمی تو دی کاکلاخ نمی تو می نام خدا مقبول میشین. بله تغییرات خیلی خیلی تغییر میاد به چهره. بله. به حساب امی روان آدم آرامتر میشه چرا که اکثریت که موی نداره. ما بی مشکل داشتم. تو آدم بالی اشخاص استاد میشه که سنن خیلی بزرگ است من تا موی داره آدم تو نفس ولی دوستا منظورشیه. تو آدم بزرگ معلوم میشه که آدم فکر میکنه او ما سن سال خدا بایی بودم مثلا یک دوستم است. بله. 52 سال است. بله. ما که پالویز استاد میشتم از ما که خورتر معلوم میشد. دست خاطر که بینه بوی ندیش خیره نه دیگه بچه پکاکل برش بزن. حالا میشه بخیر دیگه. نه ماشاءالله مبارک شما باشه ان شاء الله که با خیر و خوشی ان شاء الله از میاخ استفاده کنه ان شاء الله. ان شاء الله. زنده باشین. جان شما. ما دوستا رفته بودن واقعیت به ایران. بله. ایرا باید متذکر شوم. بسیار عالی. اونجا عمل انجام دادن. بله. مشکل از اینایی بود که 4 روز اینا قدر درد کشیدن. خوب شد برای من نگفته بودن اگر نه من نمیامدم. یعنی خود شما درد نداشته؟ نه من قطعی درد نداشتم فقط همو پیچکاری‌های اولا که برام دادن. بله. به خاطر نرمال برتن و زبان عامیانه بگیم کرختی.
که بیست شد اونم یک زرگه سوخت داره او خود داره دیگه دوستا تابان دیگه که پیچکاری که بعد ما براتون بگویم مستراحت بودم نفهمیدیم چی پیش خدا را شکر نرمال یک ذره آدم باید بعد از او فکر خدا بگیره که سر آدم بجای تماس نکنه مراقبت های بعدش دیگه وزنه دکتر بر شما میگه دوستا که بعدش چی مراقبت های داشته باشین که انشالله بخیر مویای شما همت خوب خوشنما همت خوب بیشتر تاکید کرد نظامی زیبایی و سن و اینا من دندانم خیلی مشکل داشت باور کنی یک چیز خیلی واقعیت است همیشه صحبت که میکردم لبخند که هیچ نزده بودم باور کنید لبخند یعنی شاید تا 30 سالگی 32 سالگی خود من هیچ لبخند نمیزنم چون یک حس خیلی بدی با آدم میده طبعا به حساب روانی هم دندان آدم که وقتی خوب نباشه موی آدم خوب نباشه تا آدم احساس کمبودی میکنه اعتماد به نفس هم داشته باشه بسیار چیزا است که آدم دل آدم میشه که مثلا اونجا بره صحبت کنه که نفر بشینه دو کلمه گپ بگه مگم آدم که فکر میکنه میگه او مالو برو میاد کمره به فرض مثال یا که خنده کنم دندانای معلوم میشه سرم کل است آدم واقعا آدم سر به نظر میکنه خوب آمیانه نظر میکنه دلیلش هم بود چون اکثریت دوستان اینجا آمده بودن بله واقعیت خیلی نتیجه خوب دادن خدا را شکر پس ما هم دل معزی گفته‌های شما جمع میشه دل بیننده هم بخیر جمع میشه که یک جای اطمینانی است من زیاد تاکید کردم به دوستا گفتم که خب در استانبول شاید 500 600 تا کلینیک باشه و این همگی دکتران تقریبا یک کار انجام میدن و چقدر خوبه که آدم در جای بیای که از هموطن خود است از این جیب در اون جیب بره یکی و دوم که مشکل زبان آدم نمیتونه داشته باشه. بله میخواستم براتون بگویم در استانبول اکثریت اینا که انگلیسی هم حرف میزنن بله شکسته میباشن. اوه یعنی یاد ندارن از افغانا که از کشورهای مختلف مثلا انگلند بله امریکا اینا هر کدامش لهجه مختلفه به حساب گپ زدن فهموندن یگان دفعه مشکل میباشه مگم اینجا فضل خدا چون هموطنای خود ماست هیچ مشکلی نیست بسیار خدمت میکنن بسیار برای خوب پیش میره آدم یک کدام مشکل داشته باشه برشون میگه خدا همه چیز حل میشه زنده باشی برادر گلم خدا را شکر که راضی استن خیر اگر ناراضی استن نمیاله بگوید نه واقعا ناراضی نیستم خوبی ازم که با موتر آدم میارن میبرن خودشون درایورم دارن افغان است و با اوتل هم آدم درد سر کار نداره اونجا بک میکنن بر آدم خوبی این است اوتل که ندارن پایانش رستوران افغانی است آدم یعنی از وطن جدا نمیشه میدونه که اونجا احساس غریبگی نمیکنین دوستان نمیگین که در ترکیه است نه این فکر کو که در افغانستان هستی به سویه پیشرفته خوبیش است که واقعیت براتون بگویم از بیرون استانبول که نانشان خیلی به مراتب قیمتشان مساعد است قیمت نیست بسیار عالی فقط اگر اشتباه نگم تا جایی که من شنیدم شما فقط تیکت طیاره‌تان خودتان می‌خرید من فقط تیکت طیاره را خودم خریدم مطابقش همه در گردن از این است از طیاره وقتی که طیاره لندن کرد نشست کرد درایور آمد درست با موتر آورد مرا به هتل دیگه بعد از اون هر جلسه که داشتیم به خاطر همه چیز درایور میگیره پشتت میآید خوبی است که لسان فارسی را خیلی خوب بلد هستن بله بسیار عالی آدم تو احساس نمیکنه که اینا ما اگه مشکل پیدا شه چی کنم واقعیت خیلی کمک میکنن تا بعض وقت اگه کدام سوال شخصی آدم داشته باشه کمک میکنن اوکی بسیار عالی تشکر از شما فقط این حال یک سوال دیگه میمونه از قیمتاشون راضی بودین؟ از قیمتاشون خیلی راضی بودیم یعنی برای ازی که نسبت به قیمتای دیگر یا شاید تحقیق کرده باشین مشکل یک چیزی هست را باید ما بگویم مثلا دگاس اگر 100 روپا پایینتر بگوین بله که امی به خودم اتفاق افتید منطقه خیلی جنجال دیگه داره اینجا که بعضی چیزا رو اینا میگه که نیست آدم جنجال هم کده نمیتونه چرا که انسان وقتی که در یک لسان پیش میره که چون نه نمیفهمه میگه خو وقتی اینجا چیزی که هست اونمو چیزی که می به شروع بردن میگه بله طبعا خب از طریق واتساپ آدم چت میکنه دقیقاً دیگه از اونمو طریق چیزی که اینا براتون میگن اونمو چیز میشه خوبتر از اون کده تا ما کدام خیشی و دوستی ندارم که ما ترمید جای کنم واقعا دیگه منطقه اونمو چیزی که میگن از او که بهتر انجام میتونن خدا رضا باشه که از افغانای خودتان واقعا راضی هستن در پولیوزی ما ترجمان داریم با خود که هر سوالی باشه خیلی لسان خوب بلد هستن ترکی هم فارسی
همیشه با ما میباشن. خیلی شروع عملیات بسیار کتو ما میباشه تا آخر. بیچاره هر دقیقه میپرسان میگنه که چطور هستین که دو جا میگن زوف نکنین غم زوفی رو میخوره. او ما دین روز عمل داشتیم از 9 بجه کتو ما یک جای سرپای ساد بود بیچاره تا مو 7:30 بجه خلاص شد. یعنی کتو ما وام یک جای بود. یک دقیقه ما را رها نکرده و واقعیت وقتی که عمل میشد نانم برای ما آوردن خودشان. بسیار البته نظر به خواهش ما که چی میخوریم. بله. تشکر. خدا را هزار بار شکر که راضی هستین دیگه. چی میخوای آدم خیلی راضی هستیم. ان شاء الله شد امروز ترجمانشون هم صحبت میکنیم که دوستا دلشون هم از اونام جمع شود. فقط گفتایمون هر چی رو بخیر با سند برشان نشان بدیم. تشکر از اینکه وقت موندین که امروز ما صحبت کردین و هموطنان دلشون جمع کردین. زنده باشید. دیگه یک بار دیگه ما دوستا ببینیم که اگر علاقه داشتن، البته علاقه که دارن گفتن باید داشته باشن تن خود نیست. فکر کنم اومدن نام PRP کنن مثل ما میریم از نام شاید دیگه بینا موی برخ بکرت. از کجا خبر داری؟ نه خانم‌ها زیادتر موی نمیکارن. من میفهمم افغانا پر پشت از موهایشان. شما فارسی میفهمین؟ بله. میتونم خیلی شما گپ کوتاه داشته باشم؟ افتخار. زنده باشین، سلامت باشین. خواهر گلم خودت اگه دوست داری خودت معرفی کن، بگو که خودت از کجا هستی. اسم من مریم است. من از ولایت میدان وردک هستم. در کابل زندگی میکنیم و فعلا در استانبول زندگی میکنیم. به خودت به استانبول میشینی؟ بله. نم خدا بس افغان هم هستی. نم خدا مقبول دوستا یک وار شرس چخ گذار. ترکی خودت میفهمی چون با ترکیه زندگی میکنی؟ ترکی میفهمم چون حدود 4 سال شده در ترکیه. خب 4 سال اینجا گم میشه کسی. خب ماشاءالله. اگه میشه بگی سن چند سال هستی؟ اگه خوش داری یا مجبور نیک دوستانه دخترها اجبار کرده. خود خانم جعفری یک فساتی است. خود دیگر ازش پرسان میکنه چند سال است که نمیگه. حالا دی بنده خدا میگه چند سال. دخترها 18 بودن، 18 هستن و 18 میباشن. کلمه 18 خط بود دوستا. شاید خودت پرسان میکنم چند سال هستی؟ 18 هستن. برو من میفهمم. چند سال هستی خودت؟ 26 سالم شده. ماشاءالله 26. دوستا تو به خدا با می میخوره 26 تو صحیح گویر که زیاد بخور از راستی مو 17 و 18 وش بالاتر نمیخوره. اولین کسی بود که سن خلاص کو. خب پروا نداره. دیگه خواهر گل ما خودت چند تا سوال داره. خودت بر چی واسه کلینیک آمدی؟ من به خاطر PRP آمدم. PRP یعنی که تو با سوزن چخ که میکنه با مویاد. بله. اولاد غریب مثل ما آره. خب بر چی آمده؟ ای بر چی خوب است PRP؟ برای رشد مو و برای اینکه ریزش مو را توقف بکنه خوب است. و من 2 بار انجام دادم. خود تو دفعه پیش خودت یعنی از طریق کسی فهمیدی که اینجا آمدی؟ دوستات گفت اینستاگرام؟ از کجا کلینیک پیدا کردی خودت؟ این کلینیک معروف است در استانبول و دوستای من برای من اطلاع دادن در موردش. چون که به اونا اعتماد داشتم، به افغانای خودم اعتماد دارم، به خاطر ترجیح دادم اینجا بیام. این دفعه سوم شما پس آمدن. خب دو دفعه دیگه یعنی نتیجه گرفته بودین؟ یک با گفته ما دکه خوردی یا نه مویا؟ بله بسیار خوب بود. ریزش موی ما جلوگیری کرد، موی جدید رشد کرد و واقعا بیبی هاره. دوستامو که میگه بیبی هاره نه بیبی هاره آمد. میفهمی چیز؟ انگلیسی میفهمی؟ انگلیسی تدریس میکنم. تدریس میکنی؟ speak English. خب یعنی خودت اینجا که شاگرد داری؟ بله در کورس تدریس میکنم به عنوان استاد زبان انگلیسی. ماشاءالله دوستا باز نگوین دیگه کی ریزه. بگو. خب جان جور باشه ان شاء الله که بخیر. دفعه سوم بخیر برد ان شاء الله کار بده. من خودم میخوام بکنم ولی گفتم ما ولی بعد محسن جان بکنه. باز ما اولاد غریب نه. هر چیز که من باید تست کنم باز بعدش که خوب شد خوب جالب خانم جعفری خیر محسن جان حالا خود تو چیز هستی؟ خونه همون درد مردش میگم از لحاظ اطمینان که اطمینان داریم که آمدیم از دردش میگم. درد داره راستی یا نداره؟ درد نداره ولی بستگی داره به اینکه انسان چقدر انگیزه داشته باشه. ولی واقعا درد زیادی نداره چون داره. دوستای کم فکر میگه دوستای کم فکر میکنم داره ولی خود آدم میتونه تحمل کنه. من شاید بیشتر از 100 تا انمه تو دیدم با اینستاگرام سو سرچ کردم که میزنه خود خط میکنه. خودم میکنه آدم ولی منتها گفتی یک نفر دیگه یک مطلب است میگه زیبایی درد داره مو دیگه از خاطر باید تحمل کنن دیگه. بخیر اول گفت محسن جان که زد ان شاء الله بخیر خیزران خیر. محسن جان نتیجه شیر میبینه. محسن که نتیجه شیر دید بس خانم جعفری شما هم میزنه.
دیگه جانت جور باشه دختر خانم گل نازنین. نه خدا دوستا دفعه که شدید گفتم این دختر که خارجیه باور که گفتم خارجیه گفتم دیگه خارجیه چرا چادر مونده تو خوشت ترک باشه بس که دیدم نه خدا چه دختر مقبول نه خدا ماشاءالله با زیباییت برکت زنده باشین تشکر سلامت باشین جانت جور خار گل این یک نوع ویتامین است خب مثلا کسی کاشتمی انجام میده دکتر میگه خب باید 3 ماه 4 ماه در ماه پی آر پی انجام میده و کسی که انجام داده نمیتونه عین تاثیر پی آر پی داره و باز کسی که مثلا به خاطر پی آر پی میاین خانم است دیدیشون اگر میاین پی آر پی انجام میدن بعد از اینا رو میگیره این رو بعد 3 ماه 4 ماه است این یک نوع شامپویش است که مثلا یک نوع شامپویش است اول این یک نوع شامپویش است این اسپریش است اول اسپریش استفاده میشه بعد از این شامپویش است یه ویتامین است که باید از این روز گذشته شود ویتامین است این شامپویش است این اسپریش است این یک نوع روغنش است که بعد از این اینا تمام میشه این روغن است میزنه 15 دقیقه 20 دقیقه میشه این به خاطر تقویت عبدالباری عزیز اینا یک توضیح هم به ما هم به بیننده‌های ما بده که شما چی سیستمی را استفاده میکنین یعنی چی مدل‌هایی را استفاده میکنین برای مویا؟ بله ما در کلینیک خود از هر دو تکنیک هم افیوی سفیر و هم دیچا استفاده میکنیم. افیوی سفیر برای کسایی که خالیگاه سرشان بیشتر میباشه برای کسایی که برای عملیات دوم سوم میای استفاده میشه. درست. دیچا هم برای مردا هم برای زنها استفاده میشه اما بیشتر برای خانم‌ها ما استفاده میکنیم برای گرفتایی که کم میباشه. بله. باز اینال برای ما کدام سیستم استفاده میکنین بخیر؟ برای شما ما پی آر پی استفاده میکنیم به خاطر تقویت موی میباشه. اینا برای ما در مجموع در تمام عملیات ها استفاده میکنیم. بله. و بسیاری بعد از عملیات دو ماه بعد از عملیات استفاده میکنن. خب بسیار عالی از ما ولی خیلی مهم میرزن امکان است کلا قطع شوه و دیگه نریزه؟ بسیار فایده داره اما کلا نظر به این است که شما کم خوابی میکنین یا خیر استرس میکنین یا خیر یا مهمتر میباشه. اوکی یعنی استرس آدم که زیاد باشه پی آر پی بزنه ممکنه بازم بریزه. کم میکنه. بله کم میکنه بسیار کم میکنه اما در مجموع اگه شما استرس هم بسیار زیاد باشه کم خوابی هم بسیار زیاد باشه تاثیر نداره. بله. اوکی بسیار عالی تشکر بریم چیکار میشه. بله. برو تو کار خود تمام کن. محسن جان در چی رستی؟ درد داره؟ تو به خدا سیرم سوزن چخ میکنه و جان آدم تو را دیگه یو تو به خدا دارم متسوزه پین الو دکتر pain or no pain? No pain. Painless. pain. محسن جان pain? pain چیه؟ pain معنی درد. Painless. No painless. No. از اون خاطر ما در جریان عملیات انجام میدیم یک ذره سوزش داره. سوزش داره. خلاص شد سوزش خلاص میشه. شما فردا تا فردا به نسبت شاور هم نمیگیریم. یعنی یک رو شاور نباید بگیریم. Good. Doctor, do you machen PRP? Do. No. Warum not? Why? برای خود نکرد. Why? Good. Mine good? For you? For me. Good? Of course, why not? بر من خواه محسن جان من بکنم؟ یا دیگه حالا درد ما را بفهمید باور که درد داره درد دوستا یک وقت چیز نشده خوب درد همی که سوزن در جونتان میزم تا درد داره دیگه ولی من فکر میکردم که بیس میکنه این بیس نداره خلاص میشه بیس محسن جان الا چند تا میزنه؟ چند تا میزنه؟ 3 tane mi yaptık? 3 tane mi yaptık? Evet, 3 enjektör yaptık. Bu 4. ve son. Bu 3. son. محسن جان Total 3 دفترنا enjektör var. Bu sonuncu. سوم شاسی و آخری شاسی. وای پس پی آر پی نمیست
این ما جریان عملیات میکنیم به خاطر اینکه شما طاقت درستان بازم خود سریوس از سوزن چه داره خطر داره سوزن در جاش میچسکنیم خیز میزنه فینیش واه ویلا سوشنل فینیش یک 4 تا دیگه هم بزن بطاله بوده که کسی را مثلا زده باشی زیاد عذاب شده باشی Ağlayan var mı güne kadar yaptığın? Evet tabii ki de oluyor yani dayanamayan insan oluyor. Aslında durumu normal buldum ya nerede? Bu sakin miydi yoksa? Gayet normal, sakin ve iyi. تو به غم بودی محسن جان تو آرام بودی Ben aklıma 80 dakika bilirim ya ki bas hasta. Ya hadi ki Masal. Tamam. Tamam teşekkür. Rica ederim. محسن جان Canım. ده چی رایی؟ Bir şey ne kadar? نه راستی Normal aslında خان از جواب. حالا بگو مثلا که مو پچکاریان که به سرت زد مثلا چی رقم بود حس درد داشتی نداشتی چی رقم بود امیال سرم eto گوب کردار سرم eto شده درست باور کنید. تو گفتی من تو دما میزنه دما میزنه ولی درد خود درده که تو سوزن که میزنی چی رقم چخ میکنه اما تا که اشتباه نکنیم یک 30 دفعه وارد چخ کرد سر دیگه 3 تا پچکاری بود دوستم و 3 تا پچکاری بسته به سرش گرفت تقسیم کرد یکی هست بهش میگن پی آر پی یکی هست موی تقویت میکنه یعنی مو کسایی که ریزش موی داره کنترل میکنه که ریزش موی کمتر شه و یک دفعه هم نمیشه تا جایی که من خبر دارم خودشان هم گفت آقای باری عزیز فکر کنم باید 2 تا 3 دفعه 4 دفعه باید بیای که او بخواد تاثیر بکنه به پی آر پی دیگه محسن جان کسا بیخی زیاد ریزش موی داره به گفته خودش اینجا فرق سر ما سر دو صفحه نمیکنه اینجا کل شدیم اینجا یکم ریخته ایسونم یکم ریخته کسایی که یعنی تجربه دارن میفهمن و یه حال دیگه خیلی استرس است باور کن چرترای زیاد است کمی صبح که میخوام کمی تو میکنم موی خدا یک دفعه 20 تا 30 دانه میرزه گفتم پی آر پی رو تست کنیم ببین چه رقم از ان شاء الله کن عبدالباری عزیز هم گفت که چیز است گفت که بعضی وقتا استرس که زیاد باشه چیزم باشی گفت تاثیر نمیکنه یعنی باید چیز باشه کم خواب اگه باشه مثلا استرس هنوز ادامه دار باشه ای پی آر پی هم تاثیر نمیکنه دل شما جمع یعنی بعد استرس کمتر کنه که پی آر پی برای شما تاثیر کنه گفتم با یک دفعه هم نمیشه بعد چند دفعه بکنی من بخیر ان شاء الله میبرم اگه تاثیرش محسن دید با یک دفعه خو نمیبینه لاقل گفتم بعد 2 3 دفعه بکنه اگه محسن ان شاء الله جوابش دید بعد ان شاء الله بخیر ما میکنم دیگه بخیر دیگه جور استی مزاق کردم که رقم کردم سر حال است ما بلند میشم پایین میشم بشینم هیچ گپ نیست فقط اما تو چخ میکنن دیگه تا سرم گوب میکنن حالا شخو نیست خونم کسکشون نه نشون دیگه همراه ما باشین که بریم ببینیم بخیر چیکار میشن برم بخیر محسن جان خورش کردم سرم نمیتونم گفت دست ندارم در سره دوستا بعد از یک چند ساعت شد که محسن جان سرخ پی آر پی کرده دیگه اینا باز پرسان میکنیم که وضعیتش چی رقم است هنوز نرمال است یا نه محسن جان یکم نرمال تر شده ولی اولش هم که گفتم تا سرم تو میکرد گوب یک چیز انفجار میکرد یکم سوز داشت ولی او سوز نرمال یعنی یک پچکاری که میزنی اما ترست یعنی حال خوب است دی خدا رو درد و تو درد چیز نداشت درد یک سوزک است حالا بهتر شدم دوستا دیگه گفتم با دفتر هستم پیش باری جان دیگه نال یک چند تا سوال دیگه هم پرسان میکنه میدانه با شما 100% سوال است دیگه ببینیم که خود باری جان توضیح بده بهتر از ما محسن است ایشان بهتر است اول اگر زحمتی براتون نمی در مورد خودم توضیحات بده دل خودم جمع شد بعد از پی آر پی که بخیر شما شدین شما بر 24 ساعت دوش یا حمام نمیکنین آب نباید بخوره بله غیر از کدام گپ بسیار خاصه به خاطر پی آر پی نمی باشه سرتان در هر نقطهش سوزن خورده با او خاطر به اینکه میکروبی نشه باید آب نخوره و بیرون کوشش کنین که نبراین بسیار زیاد کوشش نکنین که بیرون باشین برای امروز برای یک روز می باشه فقط دیگه قسم کانال شما خودتان هم دیدین یک ذره گنگس میکنه کدام گپ چیز نمی باشه جدی نمی باشه بله نه جدی نبودم اولش میگم خب آدم یک شک وارد میشه ولی برش ترس نداره دوستایی رو بگم که ترس نداره خدای نکرده دوستان نترسن
دیگه اگر هیچ مشکل نبوده ما پیارپی را اصلا در جریان عملیات استفاده میکنیم به خاطر از اینکه کسایی که ریزش موی می داشته باشن اینجا میان و همین ریزش مویشان گم شود و همچنانی به خاطر از اینکه همین قسمی که من برای هر کسی که اینجا میاد تشریح میکنم یک تخم موی بین 1 تا 5 تار موی می داشته باشه و وقتی که شما پیارپی انجام میتین این میشه یک تخم امکانش اگر یک تاره باشه امکان از این میشه که زیادتر موی بکشه اگر خود گرفت اونجا وجود داشته باشه اما اگر سرشان مویشان تماما رفته باشه گرفت از ریشه ریخته باشه باز امکانش نیست که با پیارپی ترمیم شود یا که به حساب عامیانه دیگه خوب پس در این حال فقط خواهش دیگه داریم خب دوستا به 100% دیدن ویدیو را دیدن از دختر خانم که پیارپی کردن و از برادر گل ما از خود مرا همگی را به صورت زنده براتان نشان دادیم که خاطرتان جمع شد. یک توضیح مختصر در مورد کل این سیستم برشان بده. مشتری‌ها یا کسایی که به خاطر کاشت مو میان خصوصا از اروپا می باشن. افغانای خود ما بیشتر از سویدن، آلمان، انگلستان، امریکا، کانادا و استرالیا بیشتر میباشند. بله و بسیاریشان به شهر استانبول نابلد است و شهر استانبول شهر است که 20 میلیون نفوس داره. شهر چپاول. بله بسیار گپ واضح است باید بسیار احتیاط کنن. یعنی که کسی که اینجا میایه باید بسیار از تمام چیزشان ما مثل امانت وری محافظت کنیم. با خاطر وقتی که یا میرسن اینجا ما ترانسفر میگیرن نشانت هتل میبرن و به هر دفعه که باید به کلینیک بیان ترانسفر خود ما چیز میکنه میبرن و میارن هیچ هزینه ای نداره برایشان کلش رایگان داخل پاکیج میباشن. بله یک سوال دیگه ببخشید ای که شما این پکیج برایشان میتین دلیل نمیشه که قیمتش بره بالا نه یعنی این پکیج شما برای نمیتین ولی قیمتتون هم همون قیمت ثابت. بله دقیقاً ما اول خب بر ما پیام میکنن عکس‌ها روان میکنن ما براشون میگیم که شما با این قدر گرفت ضرورت دارین بعد از ما پکیج‌ها رو برای روان میکنیم که 4 پکیج مختلف میباشه به خاطر که بعضا میخواین اینجا برای تنها به خاطر کاشت مو بیاین و خودشان هتلشان خودشان عیار میسازه یا خانه دوستایشان میمونن ترانسفر نمیخواین بعضا مثلا برای 1 هفته 2 هفته میخواین به خاطر پکیج‌ها مختلف میباشه و وقتی که اینجا بعد از اینکه اینجا رسیدن تمام چیزشون ما برشون عیار میسازیم. بسیار عالی. دیگه در کنار کاشت موی دندانمون جور میکنه نایزایی که ویدیو شدیدن اگر در مورد از هم یک توضیح بتین اگر یک نفر باشه مشکل موی داره موی بنده خدا ریخته یکم دنداناش هم مشکل دندانام یکم مشکل این دندانایم هم کندول بوده واقعیت است برای نفر هم شما یک پکیج دارید کارش انجام بتین. بله حتما کسایی که به خاطر کاشت مو و دندان میاین ضروری نیست که یک نفر باشن مثلا با خانمشان یکی دندان شان جور میکنن دیگری موی خود جور میکنن کسی که مثلا هر دوش ضرورت داشته باشه باز اول کاشت مو میشه بعد از او دندان به خاطر از اینکه دندان یک دفعه که ساخته شد شما در جریان عملیات هایی که در کاشت مو میشه باید چپه خواب کنن به خاطر که از پشت سرشان میگرفته میشه و این به دندان امکان ضرر رساندنش میشه با خاطر اول کاشت مو انجام میشه بعد از او باز دندان امکانش میباشه که جور شود بخیر. خیلی هم عالی. خیلی خوب گپ است دیگه دوستا اطلاعات دیگه دیدی باریجان به شما تو نکته به نکته داد بعضا من نمبر تلفن همه چیزا رو ماندیم هر سوالی که دیشی خود شما با واتساپ اون میتونن زنگ بزنن صدا روان کنن هم یک سوالی که داشته باشن دیگه میتونن خود شما از باریجان پرسان کنن. دقیقاً هر سوالی که از خودشان پرسان کنن نازنین در ویدیو قبلی بعضی دوستا کامنت نوشته کرده بودن که شمارهشان رو بتن یا یک دو تا از خوارای ما در اینستاگرام مسیج شخصی داده بودن که من میخوام فلان کار بکنم آیا اینو انجام میتن با واتساپشون 24 ساعت زنگ بزنن دور جان فلان دیوانه نکنن با واتساپ لطفا به گپ من خود میرقم هستم دوستان شما هم میرقم باشن صدا روان کنن مسیج بدن خیلی بهتره اما زنگ زد اون ساعت دستش بند بود شما هم ناامید میشین از گپ ما میکنن از گپ خوار خورد بکنن مسیج صدا روان کنن بعضی نه خودشان دست نه وقت بخیر ان شاء الله جواب شما میاد بگو محسن جان. بسیار عالیه. نمی منظورم این بود که در واتساپ هم میتونن مسیج بدن زنگ هم میتونن دیگه اینا توضیحات کامل میتونن براتون بشن فارسی زبان هستن ایزایی که پشتو صحبت میکنن هم نمیتونن مشکل داشته ایرانی های عزیز خودتان که
فارسی و ما شما یک است بیخی دیگه کسایی که انگلیسی تسلط در زبان دری ندارن افغان هستن انگلیسی است نام خدا خودش پروفشنال انگلیسی یعنی مشکل زبانی به هیچ عنوان اینجا نمی داشته باشین فقط تنها چیزی که میگیرن چی باید خودشون بگیرن تیکت تیاره و اگر ویزا کاره باید ویزا بگیرن دیگه هر چی در گردن شماست. بله ما میخوایم که بعضی چیزها را برایشان بگویم مثلا 100% ما نمیگیم که برای به خاطر کلینیک ما بیاین برای در استانبول در ترکیه میاین درست اینجا بسیار کلینیک های زیاد وجود داره یعنی نمبرش تا از صدها دانم بیشتر می باشه مهمی است که دقیق بخوانن ببینن که کی چی رقم کار میکنن نتایجشان رو ببینن و کامنت هایشان در گوگل هم ببینن تعقیب کنن یعنی به خاطر که 200-300 یورو یا دلار کمتر ارزانتر شود ضرور نیست که مثلا باز خود میایشان خراب کنن ایره ما به خاطر از این میگم که افغانای ما پیش از اینکه ما را بشناسن یک جای دیگه میرن بعد از اعلانات ما را یا که ما کار ما را در اینستاگرام وقتی که میبینن برای ما پیام میکنن من میبینم که دونریایشان یا بغل یا پشت سرشان بسیار خراب شده یعنی برای عملیات دوم بسیار نتیجه زیاد خوب گرفته نمیشه اما اگر در از عملیات اول پیش ما میمدن به مراتب بهتر و خوبتر میشد امکانش بود اما جای دیگه قسمی که من برای شما گفتم صدمه رساندن برشان و پشت سرشان بغلای سرشان اما موی نمانده که ما دوباره یا چیز کنیم یا کاشت ریش یا ابرو یا موی برشان انجام بدیم با او خاطر ما تنها برای چیز خود ما نمیگم در هر جایی که میرن باید بسیار مطمئن شوند یعنی به خاطر قیمتش خب خیر اگر مثلا پیشتان پول کم می باشه یک ذره دیگه هم صبر کنین یک ذره دیگه هم پول چیز شود پول خود جمع کنیم مثل خانم جعفری یک جای درست تنها اینجا در ترکیه از 1000 یورو شروع تا 7000 یورو جای می باشه سیکنه دوستان و ما یک جای هستیم که برای افغانای خود ما قیمت مناسب چیز میکنیم یعنی قیمت های ما برای خارجی ها و افغانا فرق میکنه ما به خاطر شرایط میفهمم که همگی یکسان نیست کسایی که خارجی میباشن کارشون راحت‌تر پیسه میتن به خاطر تنها چیز نیستی به خاطر از این نیست که ما از واز زیاد بگیریم از افغانای خود ما کم بگیریم او تنها اون مسئله نمیشه وطنداری میباشه من میفهمم که باز افغانای خود ما وقتی که یکی آمد دیگه بله دیگه افغانای ما به او خاطر از افغان خب میخوایم که مثل خانه خودشان احساس کنن بسیار عالی این گفتنی عبدالباری جان بوده توضیحات داد براتان بازم اگر کم و کاستی بوده توضیحات میتون برشان در واتساپ بخیر مسیج بکنین انشالله بیاین فرق نمیکنه افغان ایران تاجیک هر کسی که زبان ما را فهمیده نمیاله بیاین برشان مسیج بکنین به زبان آلمانی هم خانم جعفری یک ویدیو جور کرده شاید دورم انشالله ببینین عبدالباری عزیز خود در کدام گفتنی در مورد کلینیک آریانا داری کوتاه برای دوستا بگو دیگه که امروز دوست خداحافظی کنیم خانواده جعفری بازم از اینکه تشریف آوردین و کلینیک ما بسیار زیاد تشکر خدا کنه که چکرهای استانبول بخیر گذشته باشه و ما منتظر شما بازم هستیم بخیر انشالله که دوباره بیاین PRP بعدی با خودم بخیر انشالله دندانای خودم دوستا انشالله بخیر دیگه دفعه که آمدم دندانای خود خانم جعفری خب مرواری میکنه بخیر مویا حتما دفعه بعد میکنم مویا PRP میگیرم اون بلگی که پیچکاری میزنه دیگه دوستا یاد شما نروه موی ریش ابرو ریش موی تو دیگه مقصد جور میکنن دوستا یعنی هر سه تازه کار میکنن خیدندن حتما عزیزایی که دیگه نیاز دارین بخیر انشالله گفتم با واتساپ برشان پیام بمانین و اسرای وقت جواب میده این دیگه دوستا توضیحات شما از این بیشتر ما چیزی گفتنی زیاد نداریم فقط آن وقت نمبر تلفن میباشه اینستاگرام ما میباشه یوتیوب داریم که اونجا ببینه در یوتیوب ما به هر زبان از مشتری های ما کسایی که به خاطر کاشت ما آمدن و تجربه هایشان تشریح کردن آریانا هلت سنتر صفحه یوتیوب ما می باشه در اونجا تمام قسمی که گفتم به فارسی به پشتو به انگلیسی به هر زبانی که شما میخواین در اونجا می باشه که از تجارب خودشان اونجا تشریح کردن خیلی عالی تشکر از شما زنده باشی برادر گلم دیگه دوستا خدا کنه که خوشتان آمده باشه پس همراه ما باشین با ویدیوهای بعدی عزیزایی که ویدیو قبلی را ندیدن که از دندان پزشکی بود
میتون نورم ببینین و اگر نیاز براتون هست داره نیاز داره. من میفهمم من از منی 100 نفر 50 60 نفر نیاز داره محسن جان. یا دندانه‌شان ریخته کوچه یا مویاشان ریخته یا ابرو ندارن دوست دیگه حتما من میفهمم ویدیو بر شما ضرور است نیاز که سعی کنن تا می آخرت دیگه پس یادتون نره فامیل جعفری حمایت کنین داشته باشین. با گفته خانم جعفری چی روشن کنن؟ زنگوله روشن. عزیزایی که روشن نکردن روشن کنن. اونایی که روشن کردن خود جانشان چور دیگه. زنده و سلامت باشین. لایک کامنت شیر یاد شما نره حتما دیگه. از طرفی ما دیگه چیزی نمانده. جان شما مقصد جور باشه. دیگه موفق باشین. تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون. خداحافظ دوستان.